بود نبود، مردی بود بای و بدولت، اما خیلی بخیل و خسیس. او را سروری دیه انتخاب کردند و کر و فرش زیاد شد. او صاحب زمین و باغ سبز و خرمی در ساحل دریاچه شوخی بود. در باغ این مرد که سردیان نام داشت، در شاخ درخت زردالو اکه لانه داشت. بیهوده در ملک این بای خسیس لانه گذاشتی، گفت باره با اکه دریاچه. اما اکه پروایی نداشت. از تخمهای او 3 چوجه زیبا برآمد و اکه خوشحال و زندگیش رنگین شد. اکنون زندگی این پرنده زیبا به 3 چوجهش معنایی نداشت. شب و روز او در پی دریافت روزی برای چوجهکانش بود. سروری دیه همیشه تنها خوراک میخورد. او نمیخواست که کسی با او در سر دسترخوان نشیند. او دیگران را خیلی بد میدید. بار او با خدمتگارانش به سر خیرمنش رفت تا ببیند که حاصلش امسال چگونه است. اکه نیز خواست برای چوجهکانش کمی دانه بچیند. زمین های این بای حاصل خوبی دادند و خیرمن گندم و ارزنش فراوان، اما او با خدمتگارانش نمی گذارند که حتی مورچه دانه را از آنجا بگیرد. اکه منتظر آن که کی فرصتی می شود و او چند دانه که برای چوجهکانش می گیرد. موش ها نیز جمع آمده و نشستند که از پسمانده های دانه های این بای کمی برای خود بگیرند. از خیرمن این خسیس 1 دانه هم گرفته نمی شود، گفتند موش ها به اکه. بیگاه پرنده بیچاره بلانش دست خالی برگشت. چوجهکانش گرسنه و بیقرار. سرور باشد در زیر درخت خوراک‌های با لذت می‌خورد. آب چشم چوجهکانش را دیده پرنده مادر طاقت نکرد و پریده به پایان فرامد و از سر دسترخوان بای پاره پنیر را به منقارش گرفت و به سوی لانه‌اش پرید. خیلی عصبانی شد سرور. آخرین چی گپ؟ در روز رفشن از تگ بینیت پنیرت را می دزدند. او داد و فریاد برداشته خدمتگارانش را جیغ زد. اکه بیچاره حیران، نخود برای 1 پارچه پنیر اینقدر شور و بلوا. سروری خسیس به تنه درخت چسبیده به بالا برآمدنی شد و وزمی تنش را برداشته نتوانسته به زمین افتاد. لانه این پرنده لعنتی را زیر و زبر کنید، بچه هایش را کشید، داد زد او. پرنده بیچاره با تمام قوه به محافظت چوجهکانش برخاست. اما خدمتگاران بای لانه‌اش را ویران کردند. 2 چوجه‌اش را داشته به نزد بای آوردند. سرور چوجه ها را بوغی کرده کشت و به زمین پرتافت. اکه مادر یگانه چوجه‌یکی سلامت مانده‌اش را به شاخه های بلندتری برآورد و لیکن این چوجه‌یک هم قربان تیر سرور خسیس شد. 3 قربانی 1 پارچه پنیر بای خسیس. اکه مادر در سر مرده چوجهکانش زار زار ناله ها کرد و
دریا دریا اشک ریخت. من قصاص چوجه یکانی تو را می گیرم، گفت دریاچه بکه. اکا مادر باشد به سوی مکان شاه پرنده ها راه گرفت. شب را او در منزل دوستانش موشها روز کرد. موشها قصه مرگ چوجه یکان او را شنیده غمگین شدند. ما قصاص تو را می گیریم، گفتند آنها نیز. روزانه اکا مادر به منزل عقاب رسید. او به عقاب تمام واقعه از سرش گذشته را نقل کرد و از سرور خسیس شکایت ها کرد و از درد و علم اشک ریخت. عقاب چون این همه را شنید، زود پرنده هایش را به نزدش دعوت کرد و امر داد که به ملک سرور خسیس برای انتقام می روند. شاهین های تیز چشم و بلند پرواز، عقاب های تیز چنگال و قوی پنجه صف آراستند و به سوی منزل این مرد خسیس راه گرفتند. از پس این همه اکا مادر می پرید. دریاچه شوخ کوهی به خشم و غضب آمد و جوشید و از ساحل ها بیرون آمد و تمام زمین ها و باغ و پالیس های این مرد خسیس را زیر کرد و شست و نابود کرد. موش ها تمام بایگری این مرد را خاییده و بریده قیمه قیمه کردند. سروری خسیس باشد چه کار کردنش را ندانسته به بیرون برآمد و خدمتگارانش را به یاری جیغ زد. ناگاه او به بالا نگریسته دید که آسمان نمی نماید. آسمان پر پرنده های زیادی بود. این پرنده ها به سوی او و خدمتگارانش حمله آوردند و با منقارها و چنگالهایشان به آنها در افتادند. آنها به سر و روی بای و خدمتگارانش با منقار و چنگالهایشان می زدند و بای و خدمتگارانش با سر و روی خونشار به کجا گریختنشان را نمی دانستند. اکا مادر این همه را از دوری می دید و خوشحال می شد. سروری خسیس با اسبش سوار شد و خواست به سوی شهر گریزد، اما دریاچه به شور آمد و سروری خسیس و اسبش را به کام خود کشید و او را غرق کرد. پرنده ها به مکان خود برگشتند. عقاب باشد امر داد که طاقی های سروری خسیس و خدمتگاران او را در تپه شخ بلند آویخته مانند تا برای دیگران درس عبرت شود. موشها باشند از غالبیت اکا شاد بودند. اکنون آنها و پرنده مادر از این بای خسیس و جاهل خلاص شدند.